دمانا فداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى، نذرنا لأجلك أرواحنا وما غيرك اليوم من مفتدى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر یکی از شما مسئول است و هر یکی شما در مورد زیر دستانش پرسیده می شود. رهبر دولت مسئول رعیت می باشد، مرد مسئول خانواده و زیر دستانش می باشد، زن در خانه شوهر مسئول زیر دستانش است، خدمتگزار مسئول است و از او در مورد اموال صاحبش و مسئولیت‌های دیگرش سؤال خواهد شد. حدیث متفق علیه. برادران و خواهران عزیز، به هوش باشید، فراموش نکنید که روزی برای هر یک زیر دستانمان، خصوصا برای هر یک فرزند پرسیده می شویم. از ما پرسیده می شود که آیا فرزندانت را تعلیم دینی داده ای؟ خدا و پیامبرش را به آنها شناس کرده ای؟ حلال و حرام را به آنها یاد داده ای؟ خداوند برای همه ما ادا کردن این مسئولیت سنگین را آسان گرداند و همه ما را به صلاح بیاورد. آمین یا رب العالمین. كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا. هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا. فما منقص فضله جاحد ومن يحجب النور إما بدا.